کتابی میخوندم، میخواستم این داستان رو بگم. فکر میکنم تو کتاب استاد امر خالق خوندم. ایشون هم کتابای دعوی خوبی از تجاربش دارن، ترجمه شده. نوشته بود که حالا این کتاب یا کتابی دیگر، جوونی رفته بود به یکی از کشورها، حالا شاید بانکوک بوده، به قصد معصیت تو رمضان. سبحان الله. یعنی دیگه انسان وقتی شیطان وسوسه‌اش میکنه، خودش نقل میکنه، داستانش آمده پیش عالمی، میگه که چند شبی میرفتم کاباره و بار و رقاص خانه و مشروب میخوردم و جوان مسلمان عرب، نصف شب برمیگشتم هتل خسته و کوفته و میگه چند شب همین کارم بود تا اینکه شبی برگشتم به هتل، نیمه سکران بودم، هر کاری میخواستم کرده بودم، آمدم تو هتل خودم رو انداختم رو تخت. بعد بلند شدم، آبی به سر صورتم دادم، گفتم که این ماهواره رو تلویزیون رو روشن بکنم. میگه دکمه زدم روشن کردم، دکمه رو زدم، یه کانال آمد، عوض کردم کانال دوم، همینجور کانال عوض میکردم، سوم یا چهارم بود. وقتی دستم رفت رو دکمه زدم، دیگه خدا دیگه میخواست که من هدایت بشم. کانال سوم که زدم، مسجد الحرام آمد. نیمه سکران عیاشی تو بانکوک، کانال سوم مسجد الحرام آمد که صدایش داره دعا میکنه. شش 7 میلیون دست اینطوری بلنده. میگه زوم کردم رو کانال رو عوض نکردم. بعد زدم زیر گریه، گفتم خدایا من مسلمان عرب پولدار از کجا به کجا آمدم، کجا رو رها کردم؟ اینایی که میبینید بنگالی، آفریقایی، هندی، پاکستانی، ایرانی، امسال رمضان من یه 10 روز بیرون بودم، وقتی که دوستان با من تماس گرفتن شیخ سریع بیا که 2 تا مهمان دارید. گفتم مهمان ها کی هستن؟ گفت که 3 تا از روسیه آمدن، از مسکو آمدن، 2 تاشون تاجیکن، یکی روسیه، جوانه. این روسی تازه مسلمان شده، مشکور، فارسی هم بلد نیست، زبان هم بلد نیست، تازه مسلمان شده، همراهشونه. اینا از قبل از رمضان آمدن، 20 روز اونجا اعتکاف کردن. باور نمی کنی وقتی نگاه تو صورت این روسی مسلمان من میکردم، خجالت میکشیدم. تازه مسلمان و چه حال هوایی آمده. دیگه گریه کردم، سریع جمع کردم، گفتم استغفر الله، کیفمو جمع کردم، توبه کردم، رفتم دیگه کیفمو جمع کردم، گریه کردم، سوار شدم، برگشتم، خودم رسوندم به حرم. ولی همیشه این فرصت ها نیست.